به نام خالق هر آنچه که هست. آیا تا حالا از خودتون سوال پرسیدین که زندگی چیه واقعا؟ تا این سنی که تجربه کردین آیا تا حالا براتون سوال شده که واقعا زندگی چیست؟ آیا زندگی اینه که ما متولد بشیم، ما انسان ها، و تو کالبد فیزیکی بیایم روی این کره زمین، بزرگ بشیم، به مدرسه بریم و تحصیلات کسب کنیم، بعد تحصیلات یه شغلی به دست بیاریم، بعد حالا تو بهترین شرایطش رو حساب کنیم یا بدترین شرایطش، بعد ازدواج کنیم، بچه دار شیم، پیرتر شیم، نوه دار شیم و در نهایت بمیریم. آیا هدف پروردگار ما از خلقت ما انسان ها فقط این بودی که ما زندگی رو تجربه کنیم؟ بیام روی این کره زمین یه تجربه هایی کسب کنیم و بعدم بمیریم؟ خیلی ساده میتونیم جواب این سوال بگیم قطعاً خیر، چون که حتما پروردگار ما یه هدف خاصی داشته از خلقت ما. هر انسانی که وارد کره زمین میشه، هر روحی که وارد کره زمین میشه، عهدی با پروردگارش بسته و پروردگار ما هدف خاصی، مأموریت خاصی به دونه ما داده و ما تکه های از یک کل منسجمیم. دریا به معنای وصل قطره هاست و ما انسان ها با یه هدف خاصی، با یه مأموریت خاصی به این کره زمین میایم، وارد این جسم فیزیکی میشیم، وارد این کالبد فیزیکی میشیم و به این کره زمین میایم که عهد بستیم که این مأموریت خودمون رو انجام بدیم و هر شخصی برای خودش یه مأموریت خاص خودش داره که جز خودش هیچ شخصی دیگه نمیتونه اون مأموریتش رو انجام بده. و برای انجام دادن این مأموریت پروردگار ما به ما یه سلاحی میده، یه قدرت‌های ماورایی میده که این قدرت‌های ماورایی فقط و فقط برای انجام دادن وظیفه مونه. پس هر انسانی که وارد کره زمین میشه نیومده که فقط زندگی کنه، پیر بشه، بعدم بمیره. با یه هدف خاص اومده، با یه مأموریت خاص اومده که به این هدف و مأموریت خاص رسالت میگن.